یعنی چی با یکی دیگه ازدواج کرده؟ آخه این مسخره بازی ها چیه؟ شما حتما شوخیتون گرفته. آخه این چه وضعیه بابا؟ شاید سوء تفاهمی پیش اومده. امکان نداره این اتفاق بیفته. ریتویک پسرم با سامر حرف زدی؟ وقتی داشت ازدواج میکرد ببینش. این اتفاق جلوی چشم من و بابا افتاد. ریشا پسرم چی داری میگی؟ از چیزی که میگی مطمئنی؟ آره مادر بزرگ، تموم عروسی کنسله. بشین. خب ریوا چی؟ ولی حالش چطوره؟ حالش اصلا خوب نیست. پالاک چی شده؟ عروسی چرا کنسل شده ها؟ مامان ما باید همین الان بریم. کجا بریم دختر؟ نه نمیتونم قبل از اینکه دستمزدمو بگیرم جایی برم. من برای این کار خیلی زحمت کشیدم. مگه نمیبینی چی شده؟ چجوری میخوای با این وضعیت باهاشون راجع به پول حرف بزنی؟ باشه صبر کن. بذار حداقل برم کیفمو بردارم و بیام. اشکالی نداره، سرت سلامت. اصلا ناراحت نباش. آنیا دخترم تو خوبی؟ من خوبم. بذار بریم خونه. فضای اینجا خیلی به هم ریخته، از همه ناراحتم. بریم فردا صبح. نه دخترم درست نیست که بریم. ما مثل یه خانوادیم، نمیتونیم تو این شرایط تنهاشون ما بذاریم. دوستشون میمونیم. یعنی ما الان از خانواده نیستیم. تازه اینجور موقع ها بهتره با خودشون تنها باشن. فردا صبح میاییم. تو داری به زودی عروسشون میشی. یعنی اگه همینجوری بری رفتارت خیلی بده. مامان چی داری میگی؟ الان داری به عروسی من فکر میکنی؟ ما قبلا راجع به این موضوع بحث نکردیم. با من بحث نکن. ما باید اینجا بمونیم. این تصمیم آخره. و اگه بخوای مثل بقیه مهمونا بری اصلا رفتارت منطقی نیست. برید فکر کن. راجب چه فکری میکنه؟ این که دختری که میخواد باهاش ازدواج کنه بهش اهمیت نمیده؟ مامان داستان این نیست که من بهشون اهمیت نمیدم. بعدشم بر اساس شناختی که از ریتویک دارم، اون الان نه به ازدواج فکر میکنه نه به من فکر میکنه. الان فقط داره به خانواده‌اش فکر میکنه که بهترین کارم هست. بیا بریم. خب بذار یه چیزی بهت بگم. بذار یکم دیگه بمونیم و بعدم بریم. باشه؟ خیلی طول نمیکشه. باشه آنایا؟ فقط 5 دقیقه. باشه.
مامان رفتم پیش ریوا، ولی خاله مامتا بهم گفت که باید تنهاش بذارم. آخه چرا اینطوری شد؟ فکر میکنی الان چقدر حالش بده؟ حس میکنم حالم خوب نیست. داروم کجاست؟ عزیزم برام یکم آب بیار، سرم بد جور درد میکنه. آنایا من میارم. الان زنگ میزنم دکتر نه که بیاد معاینت کنه. لازم نیست. بذار سرت یکم ماساژ بدم. خوبه؟ ممنون. بهتره یکم روغن کاکتوس بذارید روی سرشون، حالشون بهتر میشه. ممنون. شما با ریتویک کار میکنی؟ بله، تو آزمایشگاه کار میکنم. ماساژ. پالاک دخترم، پالاک کیفم آوردم. اومدم. عزیزم بذار یه دقیقه حساب کنم ببینم چقدر خرج ماما کردم این آخه. کار زشته، بذار واسه بعد دیگه. پالاک بیا بریم دیگه. اینجا چی کار میکنی؟ با چه روی اومدی اینجا؟ چطور جرأت کردی بیا اینجا؟ بزن بیرون. ریوا برو بالا. خواهش میکنم میخوام باهاش حرف بزنم. چرا اومدی اینجا؟ از خانواده من دور شو. بفرما. مگه نیومدی که با من حرف بزنی؟ یالا بگو. معذرت میخوام. باورم نمیشه که تو یه همچین کاری با من بکنی. واقعا با یکی دیگه ازدواج کردی. من الان چی کار کنم؟ ولی من همه چی رو بهت گفتم. ای چرت و پرت تحویل ما نده. ریتویک خواهش میکنم، میخوام با خودش صحبت کنم. ریوا بهم نگاه کن. من 1,000,000 بار بهت گفتم که هیچ حسی ندارم و یه نفر دیگر رو دوست دارم. بهت گفتم که نمیخوام مجبور شم به این عروسی، ولی تو حرفامو نادیده گرفتی. تو میدونستی من راضی به این ازدواج نیستم، ولی به کارت ادامه دادی. این چه حرفیه که میزنی؟ همه این خواهش حرفا میکنم گوش کن. مزخرفه. ریوا نه امروز باید بهم نداری گوش بهش کنی، دست باید بزنی. گوش فهمیدی چی کنی. گفتم؟ چرا داری با حرف میزنی؟ ماجرا تموم شده. بعد از این که دیدم داره با یه نفر دیگه ازدواج میکنه دیگه چیزی اما نمیمونه. خواهش میکنم صبر کن. حرفم هنوز تموم نشده. میخوام همه چیز رو روشن کنم. ریوا بسه. تو داری دروغ میگی و همه چی رو میدونی. تو موبایلمو برداشتی و به جای من به رادیکا پیام دادی. میخواستی ازم دورش کنی، درسته؟ فکر کردی نمیفهمم؟ بیخیال. یعنی تو این کارا رو نکردی؟ بس سامر، تویی که اشتباه کردی. الان اومدی خواهر منو مقصر بدونی؟ ریوا بگو اینا غلطه و داره دروغ میگه ها؟ ریوا یه چیزایی میدونستم ولی فکر میکردم که با هم دوستم. ریوا بس دیگه، دروغ نگو. تو میدونستی. 1,000,000 بار بهت گفته بودم که خانوادم دارن مجبورم میکنن، ولی تو اهمیت ندادی. همش به خودم دروغ میگفتم، ولی واقعیت اینه که من فقط به رادیکا فکر میکردم و دوستش داشتم و هنوزم دوستش دارم. پالاک بهم گفت که رادیکا بارداره. حق با اونه. بهم گفت که محکم باشم و از عشقم دفاع کنم. میدونی چیه؟ ازدواج ما غیر ممکنه. ریوا تو میدونی من دوستت ندارم و اگه ازدواج میکردیم طلاق میگرفتیم. چرا؟ چون مطمئنم که بعد ازدواج ازم متنفر میشدی. بعداً ازم تشکر میکنی. رادیکا میخواست سخت کنه و این خیلی براش خطرناک بود. ریوا اگه چیزیش میشد خودمو نمیبخشیدم. من خیلی معذرت میخوام که یه هوی رفتم و باهاش ازدواج کردم، ولی راهی نداشتم. ریوا اگه دو نفر همدیگر رو دوست نداشته باشن نباید با هم باشن. پالاک میدونه؟ چرا چیزی به من نگفت؟ امیدوارم بفهمی. خوب گوش کن. واقعیت رو بدونه یا نه فرقی نمیکنه. خب اگه تو مرد بودی میومدی و به همون میگفتی. اشتباه بزرگ تو کردی، الان اومدی اونو مقصر بدونی؟ تو میدونستی ریوا؟ میدونستی که دوستت نداره و نمیخواد باهات ازدواج کنه؟ برای چی گذاشتی کار به اینجا بکشه؟ چرا به ما هیچی نگفتی؟ چرا میخوای با کسی ازدواج کنی که دوستت نداره؟ چون من خیلی دوستش دارم.
آره میدونستم مشکلش چیه. فکر کردم که بعد از ازدواج اون دختر رو فراموش میکنه، ولی فکر نمیکردم که داره واقعا میگه. یعنی همه این روابط جدیه. تو با هزاران دختر میری بیرون، یه بار از خودت پرسیدی چرا؟ ولی اگه برادر واقعی بودی اینطوری حرف نمیزدی. ولی تو از یه مادر دیگه. دهنتو ببند. ریتویک پسرمه. اگه نمیخوای برادر صداش کنی تو دخترم نیستی. سامر، ممنونم که واقعیت رو بهمون گفتی. تو یه نفر دیگر رو دوست داشتی، باهاش هم ازدواج کردی. الانم قضیه تمومه. امیدوارم دیگه اینجا نیای. لطفاً برو. میبینی؟ چطوری میتونی این حرفا رو بهش بزنی؟ یه نفر نمیخواد باهات ازدواج کنه. دوست نداره. اون وقت تو میخواستی به زور باهاش ازدواج کنی؟ الانم عصبانیت تو سر داداشت خالی میکنی؟ وای ریوا، دیگه نمیشناسمت. این چه رفتاریه؟ اما تو با اونایی. همین مردم فهمیدن که عروسی ریوانون کنسل شدی. خجالت آور. نه خیر، اصلا هم خجالت آور نیست. برعکس خوبه که توی ازدواج سوری نکردی. خوبه که کنسل شد. اینو بفهم و قبولش کن. همه گوش کنن. مردم چه میخوان کنارمون بمونن، چه میخوان راجبمون حرف بزنن، اصلا برای من مهم نیست. این داداشتم که بهش گفتی از یه مادر دیگه است، اولین کسی بود که کنارت بود و اشکاتو پاک کرد. فهمیدی؟ ریتویک، اشکال نه. ولی اگه برادر واقعی بودی اینطوری حرف نمیزدی. ولی تو از یه مادر دیگه ریوا نباید همچی حرفایی بهت میزد. تا حالا تو خانواده کسی اینجور حرفایی نزده که داداش از یه مادر دیگه است و این چیزا. اون الان ناراحت و عصبانیه. منظوری نداشت. میفهمی که مشکلی نیست. میدونی قطعا چون ما یه خانواده ایم هیچ وقت از هم ناراحت نمیشه. داداش اون فقط ناراحته. مهم نیست. من خوبم. بیست و 23 سال پیش پسرم ویجی و مامتا زندگی زناشوییشون رو شروع کردن. وقتی که مامتا با ریشاب کوچولو وارد زندگیمون شد 14 سالش بود. با اینکه تو غریبه ای ولی دوست دارم برات تعریف کنم. ویجی یه خونه داشت که فقط یه اتاق داشت و من و ریتویک که 10 سالش بود اونجا زندگی میکردیم. این ازدواج دومش بود و جفتشون بچه داشتن و بعدش ریوا، شیوی و شانایا به دنیا اومدن. این بچه ها هیچ وقت این احساس رو نداشتن که از پدر و مادر مختلفن، ولی امروز
وقتی ریوا اینجوری به داداشش گفت که از یه مادر دیگه هست، قلبم شکست. حق داری، خیلی حس بدیه، میدونم. تحملش سخته. ببین اونا قلبشون پاکه، فردا همه چی به حالت اولش برمیگرده. عشق بین خواهر و برادر از بین نمیره. کاش همه اینا خواب بود. امیدوارم که همیشه خوش و خرم باشه. این اتفاقا میفته. تو هم خیلی فکر نکن و یکم استراحت کن. اینو بده به من، برو بخواب. توی همه خانواده ها دعوا میشه. حتی وقتی بچه بودیم با هم دعوا میکردیم. هرچی جلو دستمون بود سمت هم پرت میکردیم. یادته توپ، دمپایی، بشقاب؟ آره؟ یادته وقتی چونمو زخمی کردی؟ یادته؟ جفتمون توی عروسی مامان و بابا بودیم ولی خیلی کوچیک بودیم. خیلی همون نمیشناختیم. با این حال یه احمقی گفت که ما داداش واقعی همدیگه نیستیم. یادته که چقدر کتکش زدیم؟ آره؟ اون موقع داداش هم بودی، الان هم هستی. و واقعیت اینه که مامان تو رو بیشتر از من دوست داره. همه هم اینو میدونن. همونطور که من داداش ریوام، تو هم برادرشه. مهم نیست که اگه از یه مادر دیگه باشی. کاری که کرد اشتباه بود. فراموشش کن. قلب ریوا شکسته، ولی وقتی کسی که دوستش داری، مادرت، عشقت یا دوستت، قلب تو میشکنه، خیلی ناراحت میشی یا احساس ناامیدی میکنی و دیگه نمیتونی به کسی اعتماد کنی. دیگه نمیتونی خودتو کنترل کنی یا عصبی میشی و دیگه نمیتونی به خودت مسلط بشی. کیه؟ ریتویکم. سلام، بیا تو. خوش اومدی. چیزی میل داری؟ قهوه میخوری؟ نمیدونم چیزی بخورم. بشین. حتما به خودت افتخار میکنی. خوشحال باش. راستشو بخوای اگه تو پزشکی موفق نشدی میتونی بازیگر خوبی بشی. تو خیلی با استعدادی. چی داری میگی؟ چطور میتونی اینقدر تظاهر کنی؟ این کارا چیه؟ این چه فیلمیه؟ دیوونه شدی؟ ریتویک میدونی داری چی میگی؟ میتونی واضح تر بگی؟ تو قضیه سامر رو میدونستی؟ راجع به عشقش میدونستی؟ زنش دستیار مامانته؟ مطمئنم مامانت فرستادتش تا یه مرد گیرش بیاد. ریتویک گوش بده. من تا داستانو فهمیدم، میخواستم بهت بگم ولی سامر نذاش. گفتش که این به خودش مربوط میشه، میخواد خودش به همه بگه که چی شده. فکر کردی اینقدر احمقم؟ من ساده فکر میکردم دوست خوبی برای خودم پیدا کردم. برای اولین بار توی زندگیم تونستم به یه نفر اعتماد کنم و با دخترها خوب باشم. همه اینا جزء نقشت بود؟ آره؟ حتما با اون مادر حریصت. بس کافیه. خیلی بزرگش کردی. منم فکر میکردم ما دوستیم. نمیدونم چی باعث شده که تو انقدر عقده‌ای بشی، ولی الان وقت مناسبی واسه حرف نیست. بهتره که دیگه تمومش کنی. از اینجا برو، زود باش. نمیدونم چی باعث شده که اینا رو گفتی، ولی اینا از ضعفه. تو مریضی. مواظب حرف زدنت باش.
تو مگه دوستم نیستی؟ مگه من بهت اعتماد نکردم؟ میدونستی که نامزد خواهرم با یه نفر دیگه رابطه داره و اینو پنهون کردی؟ کی میخواستی بهم بگی؟ به کمک مادرت باردارم شده و تو فقط سامر برات مهم بود. پس خواهرم چی میشه ها؟ وضعیتی که خانوادم توش افتاده چی میشه؟ بگو ببینم پس قلب شکسته خواهر من چی میشه؟ امروز خواهرم بهم گفت که من از یه مادر دیگه هم. کی میخواستی اینا رو بهم بگی؟ ها؟ همه اینا تقصیر توه. پالاک تو دقیقا مثل مادرتی. فقط همین کارو تونستی بکنی. تو خیلی دختر پستی هستی. خودتو دوستم فرض کردی. من بهت اعتماد کردم. به چی فکر میکردی؟ تو یه خائنی. تو مثل همه ی دخترای دیگه. تو مریضی. پالاک به هم گفت که رادیکا بارداره. حق با اونه. به هم گفت که محکم باشم و از عشقم دفاع کنم. بیا. نه نمیخورم. میدونم که تو نمیخوری ولی این حالتو بهتر میکنه. تازه اگه یکم هم بخوری شکمدار نمیشی. بخور. یه چیزی بگم؟ بگو. من که نمیخوام باهات ازدواج کنم ولی با همه این اتفاقا نمیدونم نقشه چیه؟ بهتر همدیگر رو رد کنیم نه؟ ولی خانوادم مجبورم میکنه. خانواده منه. به خاطر ازدواج ریوا خیلی خوشحال بودم ولی من همه چی خراب کردم. تو؟ کی اینقدر مهم شدی؟ میگه من خرابش کردم. اگه قضیه رو میدونستم این اتفاق نمیافتاد. ریوا میدونست. اون بچه است. ندیدی امروز چی میگفت؟ فکر میکرد همه چی بعد از ازدواج درست میشه و سامر رادیکا رو فراموش میکنه و خیلی عادی با هم زندگی میکنه. طرز فکر دختره رو میدونم چطوریه. اگه از قبل میدونستم میتونستم باش حرف بزنم و موضوع حل بکنم. نمیذاشتم قضیه به اینجا بکشه. منم مقصرم. اون وقت نمیذاشتم خانوادم اصلا بپاشه. ببین چی شد؟ ریوام یه دختره خیلی سنتیه مثل همه یه دخترم. ببین الان خودشو تو اتاق زندانی کرده. اگه میدونستم کار به اینجا نمیکشید. ببین آنایا من کن. خیلی رو خانوادم و کسایی که دوستشون دارم حساسم. تو که نمیدونستی این حرفا چیه که میزنی؟ چی کار میتونی بکنی؟ ولی یه نفر میدونست. چی؟ هیچ. ببین فراموش نکن که من از وقتی بچه بودی میشناسم. ریوارم همینطور. باور کن زود یادش میره. این عروسی و این مردو فراموش میکنه. حالش خیلی خوب میشه. از کجا انقدر مطمئنی؟ به من اعتماد داری؟ ببخشید اعتماد نه. باشه ببین تو منو خوب میشناسی. تا فردا صبر کن. میخوام یه کاری بکنم. باشه نگران نباش حل میشه. بخند دیگه. بخون. حالا شدی پسر خوب. باید قضیه رو بهش توضیح میدادی. این غذاها چی آخه؟ فلفلیه. نونا هم که سوختن دیگه نمیخوام بخورم. از ریتویک ناراحتی اون وقت سر غذای من خالی میکنی؟ من ناراحت نیستم. چی داری میگی؟ ولی آقای ریتویک نون حق نداره که اونجوری با من حرف بزنه. بذار همینجوری بمونه. از دلش در نمیارم. من واقعا میخوام بدونم چطوری با این تنفر زندگی میکنه. ما خیلی احمقیم که داریم همه چی رو نادیده میگیریم. میدونی با آروهی چی کار کرد؟ چطوری با من برخورد کرد؟ من میخواستم همه چی رو فراموش کنم ولی دیگه تمومه. چی بگم؟ میخوام استعفا بدم. دیگه نمیخوام برگردم به شرکت ریتویک. اصلا مطالعاتم تموم شده. مطالعاتم واسه کسایی که استخدام کردن میذارم و از اونجا میرم. همین. ولی کار پیدا کردن که به این راحتی مهم نیست. یه کاریش میکنم ولی دیگه نمیتونم ریتویک نونو تحمل کنم. دیگه بسه دیگه بسه.
ریوا چیزی هر خورد؟ وقت گشنش بشه یه چیزی میخوره. به نظرم اصلا نباید از دلش در بیاری، چون اونم مقصره. عروسی ریوا لغو شد. تلفنشو که گم نکرده، قلبش شکسته. بابا میتونم چیزی بگم؟ همیشه فکر میکردم که سامر یه جوریه، یعنی زیاد خوشحال نبود، نمیدونم چرا. میشه فقط رو غذا تمرکز کنیم؟ دارم به ریوا فکر میکنم که بعد ازدواج چقدر قرار عذاب بکشه. بفرما. من فقط کنجکاوم. به نظرم اتفاقی که برای ریوا افتاد خیر بود. حتما به نفعش بوده. من قبلا به ویجی گفتم منظورم اینه که سامر گیاهخوار بود، درسته؟ و پنجابیایی که گیاهخوار میشن معمولا یه راز بزرگ و مخفی میکنن. مامان بزرگ این حرفا دیگه خیلی اغراقه. داری از طرز غذا خوردنش قضاوت میکنی؟ چرا که نه؟ تو بخور و ساکت باش. ریتویک تو چرا غذا نمیخوری؟ اگه ریوا نخوره منم نمیخورم. بس دیگه گفتم حالش خوب میشه. بابا چتونه شماها، چیزیش نمیشه که. این سامر 2 روزه یادش میره. واقعا؟ فکر میکنی تو همین فاصله فراموش میکنه؟ خیلی خوب. ببینی یه لحظه گوش کنیم ببینیم من چی میگم. وقتی ریوا اومد پایین همدلیتون رو بهش نشون بدین. منظورم اینه که تظاهر نقشه جدید چیه؟ ساکت چطور؟ ولی آنایا بابا میدونم که اشتباهه ولی خواهش میکنم. ای وای اومد. آبجی میدونستی چقدر خوشگل‌تر شدی؟ مثل فرشته ها شدی اصلا. چی؟ بله. ریوا میخوای چی بخوری؟ ساندویچ؟ میخوای یکم چی برات بریزم؟ ریشاب برای شکم شربت بریز. بذار شربت بخورم. خودم میریزم. خیلی گرسنه نیستم. میخوام یکم برم بیرون. ریوا گوش کن. میخوای بری بیرون؟ ولی ممکنه مردم حرف بزنن بگن عروسی ریوانون یهو کنسل شده و این حرفا. منظورمو میفهمی؟ خواهش میکنم یه چند روز توی خونه بمون. با کسی هم حرف نزن باشه؟ عزیزم لطفا. بسه واقعا. من به این دلسوزی اصلا نیازی ندارم. واقعا چرا همتون ناراحتین؟ نکنه دارم میمیرم. ببین آخه همه فکر میکنن خیلی ناراحتی. درسته که عروسی یهو کنسل شد، ولی من نیاز به دلسوزی ندارم، حداقل نه اینقدر زیاد. این از رفتن سامر بدتر. دقیقاً من اینو میدونم ولی اونا نمیدونن که تو از اینکه غرورت شکسته ناراحتی. ببین ناراحت نباش، چون سامره که تو رو از دست داد و رفته دنبال اون دختره، اونه که باخته. باور کن. چی داری میگی؟ ببین منظورم اینه که اصلا مشکلی نیست. تو از اینکه دوستش داری ناراحت نیستی، فقط به خاطر غرورت بود. میدونستی که دوستت نداره و کاری نکردی. ببین اگه دوستش داشتی اتفاقای خیلی زیادی میافتاد. نمیدونم شاید. اما گوش کن، بهش برس و هر کاری که دوست داره براش بکن، اون وقت همه چی خوب میشه. باشه؟ میخوام ماشین بخرم به نام خودت. بابا لازم نیست. ولی باید از این ناراحتی بیای بیرون. باید فراموشش کنی. فقط به خودش و خاطراتش نبگو. اصلا نذار توی ذهنت بیاد. یاد غرور شکستت بیاد. حالا خیلی خوب بخم ببینم. چیزی نیست. به نظرم فقط غرورم شکسته، نه قلبم. ببین یادته وقتی بچه بودیم توی دبیرستان یه رابطه که تموم میشد چی کار میکردی؟ وایسا ببینم یعنی چی رابطتون تموم شد؟ یالا ولش کن بگو. فقط میرفتیم بیرون و میگشتیم. دقیقاً امروز هم همین کارو بکنیم. نه خیر وایسا بعدن همه کار میکنین. اول بخش عشق تموم کنی ببینم زمان من عاشق شدی یعنی چی؟ پسر جاکتانی؟ آروم باشین. یعنی چی؟ از خجالت نمیکشی؟ الان بهش زنگ میزنم و جلوی همتون آبروشو میبرم. ویجی ولش کن. یعنی چی؟ تو هم میدونستی؟ تو میدونستی؟ یعنی باید داستانو تو روزنامه چاپ میکردم. موضوع مهمی نبود وگرنه به همه میگفتم. درسته دیگه. آنایا پاشید برید بیرون. بیا دیگه زود باش. باشه خیلی خوب خداحافظ. یالا دیگه زود باش باید بریم. گوشی تو نمیخوای بیاری؟ تو اول برو تو ماشین بشین منم 2 دقیقه دیگه میام. باشه موبایلمو بردارم میام. در نریا. هی خوش بگذره به داستان خیلی عصبانی اما کار عالی بود. دیدی چقدر حالش خوبه؟ ببین بذار باهات رو راست باشم، تو و برادرات داستانو خیلی گنده کردین، خیلی بزرگش کردین. وایسا ریتویک. بله بگو ببینم تو قضیه رو میدونستی؟ بعد اینکه به هم زدن کتکش زدن. آره واقعا زدیش. وایسا پسرم کجا میری؟ منم با خودت ببر.
چی کار میکنی؟ دارم تمرین میکنم. چیه؟ فکر میکنی من برای ورزش پیر شدم؟ راستی آنانیا دختر خیلی خوب و نازیه. آره میدونم. آره چرا به من میگی؟ با شکم خالی ورزش نکن. اینجوری معدتو ناراحت میکنی. اگه فقط واسه این که مامان ازت تعریف کنه داری ورزش میکنی موضوع خیلی جدی نگیر. میزنم تا چون خجالت نمیکشی. من هنوز جوونم. یالا بگو چرا ناراحتی دیگه؟ ها؟ ریوا که حالش خوبه؟ هیچم خوب نیست. میخواد بره بیرون چون نمیتونه جلوی ما گریه کنه. همیشه چیزایی هست که آدمو مشغول کنه. تو خواهرمو خوب میشناسی. این اتفاق دوباره تکرار میشه و دوباره سر کله یه عوضی پیدا میشه و همه چی دوباره تکرار میشه. این خیلی مهمه که از خودتو خانوادت مراقبت کنی یا به هیچ غریبه‌ای اعتماد نکنی. خب راستش به نظر من آنانیا که غریبه نیستش. اون عضوی از خانواده است و تازه تو هم از بچگی میشناسیش. اون دوست صمیمی ریواست و به نظر من بهترین انتخابه. خواهش میکنم بهش فکر کن. ریتویک راستشو بگو. پالاک چرا استفاده داده؟ ناراحتش کردی؟ چرا باید این کارو بکنم؟ خب پس باش حرف بزن. میدونی که چقدر داره توی فروش شرکت به ما کمک میکنه. دارو داره به کمک اون پخش میشه و در آینده بیشتر هم میشه. باش حرف بزن و راضیش کن که نره. خواهش میکنم. برش به من. چی شد؟ این چیه؟ میدونم که آناناسه ولی چرا اینو با خودت آوردی سر کار آخه؟ راستش دوستم مزرعه داره واسه همین اینو واسم فرستاده. چرا بهم نگفتی؟ زخمیم کردی. آره مشکلی نیست. راست میگن که مرد خیلی نازک نارنجیه. واقعا؟ بدش من. شما دخترین که واسه هر چیزی گریه میکنین اون وقت به ما میگین حساس؟ مردا قویان. چیزی راجع به زایمان شنیدی؟ درد زایمان 20 برابر درد شکستن استخون توی بدن انسان آقا. راجع به قدرت خانوما چیزای دیگه هم بهت بگم. نه کافیه ببخشید. من معذرت میخوام. تو خیلی جدی گرفتی. صاحب شرکت دارویی از این میترسه. باشه تو بردی. به خاطر من زخمی شدی آره؟ مشخصه. وقتی دوستت باعث درد میشه بیشتر احساس میکنی. سلام عزیزم. دیگه آناناسو نفرست سر کار. آدرس خونه رو میفرستم بفرست اونجا باشه. بیمارستانای دیگه هم اطلاعات فرستادن. اونا رو هم چک کن. باشه. شبح قدیمی دهلی؟ ببینم این واسه توه؟ این چرا اینجاست؟ این واسه داداش کوچیکمه. برش دار. فیلم ترسناک خیلی دوست دارم. این مورد علاقمه. تو فیلم ترسناک دوست داری؟ نه اصلا. برعکس ازشون متنفرم. منظورت اینه که از اینجور فیلم ها میترسی؟ نه. نه؟ یعنی آره. مرد قدرتمندی مثل تو از فیلم های ترسناک میترسه؟ واقعا عجیبه. یعنی نمیشه مردای قویم از فیلم ترسناک بترسن؟ آره. البته از گفتن حقیقت هیچ ترس و واهمه‌ای ندارم. همه ی مردا درد میکشن. به تصورات اعتماد نکن. خوب فکر کن. بذار تصوراتمون رو عوض کنیم. باشه. سلام. سلام. پالاک کجاست؟ اینجا نیومده. فقط وقتی میاد که بخواد مشکلاتش رو حل کنه. یعنی چی؟ راستی دوستت ریتویک اون آدم خیلی بدیه. نه من اصلا شبیه اون نیستم به هیچ وجه. به خاطر همین دارم با تو صحبت میکنم. تازه
شنیدم که تو خیلی تمرین میکنی، درسته؟ آره قطعا ورزش برای من از همه چیز مهمتره و وقتی که بچه بودم تصمیم گرفتم که همیشه ورزش کنم و اینجوری مربی حرفه‌ای شدم. میخوای ببینی؟ میتونم کمکت کنم. آره حتما. خیلی خوب. تو چیو میپسندی؟ شنا سوئدی یا دو؟ به نظرم شنا سوئدی خوب باشه. من میتونم 50 تا رو یه نفس برم. تو چند تا میری؟ خب من فکر کنم 10 تا یا 20 تا 20 تا؟ بتونم. انتظارشو داشتم. شروع کنیم؟ شروع کنیم. بفرما. من میتونم خیلی سریع بدوم. خوبه. چرا داری انقدر تو میری؟ کسی دنبالت کرده؟ نه همیشه همینطوریه. راجبم چی گفتی؟ که لاغر نیستم و دستام ضعیفن و نکنه میخوای کتک بخوری؟ نه این پالاک همیشه همه چی رو خراب میکنه. منظورت چیه؟ پالاک چی رو خراب کرد؟ نه ببین اینجوری نیست، منظوری نداشتم. کاملا میدونم منظورت چیه. تو دوستت فکر میکنید اتفاقی که برای ریوا افتاد تقصیر پالاکه، ولی بذار بهت بگم دارین اشتباه میکنی. بفرمایید. اومدم اینو برگردونم. بذار اینجا. ریتویک چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ چه مشکلی؟ نه ولی منظورم اینه که اتفاقی بینتون افتاده که میخواد استعفا بده و از اینجا بره. آره؟ تو باید داروسازی ول کنی یا نویسنده بشی. پول خوبی در میاری. این تخیلاتتو کم کن باشه؟ خب پس یه چیزی رو گوش کن که تخیلی نیست. دفعه قبل بهت گفتم که زندگی شخصی تو با کار قاطی نکن. راستش پالاک خیلی دختر خوبیه، تو کارش خیلی باهوش و موفقه. بهم گوش کن، باهاش حرف بزن. نذار از اینجا بره لطفاً. دکتر پالاک، عجیبه که بخوایم اینجوری باهات خدافظی کنیم. ما خیلی ناراحتیم که یهویی تصمیم گرفتی اینجوری از پیش ما بری. میخوام بهت بگم تو این چند روز هممون با هم دوستای خیلی صمیمی شدیم. به سلامتی دختر قدرتمند دکتر پالاک شارما. توی همین مدت کم قدرت تو به همه ما ثابت کردی. قدرت تو با وایسادن جلوی شرکت بزرگی مثل شرکت ما ثابت کردی. ما پشت همین. ما هم به خاطر همین دوست داریم. داداش باید جلوشو بگیری. این قوانین بابات گذاشته که اگه یه نفر از کارمندا استعفا بده، یه نفر از خانواده باید بره باهاش صحبت کنه و بابت زحمتاشون تشکر کنه و باهاشون خدافظی کنه. لطفاً این کارو بکن. خیلی خوب. تو برو. چطور من برم وقتی تو مدیری؟ اگه با راهی کردنش مشکلی داری به نظرم نظر استعفا بده داداش. چرا انقدر اصرار میکنی؟ نکنه ازش خوشت میاد؟ این حرفای مسخره چیه میزنی؟ هر چی دوست داری میگی. من اینجا دارم وقتمو تلف میکنم. یه چیزی بهت بگم ریتویک، هر کاری دوست داری بکن، هر کاری که دلت میخواد ولش کن. قربان بیاین اینجا، منتظرتون بودیم. استاد لطفاً با دکتر پالاک صحبت کنید. پست و خائن و
غیر قابل اعتماد. دکتر پالاک هیچ کدوم از این خصوصیتو نداره. چتونه؟ دکتر پالاک با توجه به اینکه تو این خصوصیتو نداری پس خیلی قابل اعتمادی. مطمئنم صفتهای خوب دیگه ای هم داری. سلامتی. مامان برو کنار. الان خوشحالی؟ بالاخره کاری که میخواستی رو کردی. کار به این خوبی رو ول کردی. از کمک به سامر یا رادیکا چی گیرت اومد؟ من فکر میکردم اگه عروسی خوب پیش بره کلی قرارداد جدید برام میاد. من خیلی امیدوار بودم ولی تو خرابش کردی. ببین ریتویک، من نگرانی تو برای ریوا میفهمم. این طبیعیه که نگرانش باشی، ولی داداش اینکه تو پالاکو مقصر بدونی اصلا درست نیست. ببین داستان دو طرف است. من میفهمم که پالاک بهت نگفت و تو این قضیه باهاتم، ولی ریوا هم بهت نگفت. ببین اینکه تو پالاکو توی این قضیه مقصر میدونی و همه چی رو گردن اون بندازی درست نیست. تو داری اشتباه میکنی. یعنی ضروری بود که همه چی رو به سامر بگی؟ میذاشتی خودشون موضوع بین خودشون حل میکردن. بگو ببینم رادیکا ربطی به تو داره؟ من کارمو به خاطر شما از دست دادم. مامان بعدن حرف میزنیم. تو الان خیلی عصبانی. میدونی چه اتفاقی واسه رادیکا افتاد؟ باردار بود و میخواست بچه رو سخت کنه و زندگیشو به خطر بندازه. نمیتونستم چیزی نگم. واقعا؟ تو هم که باید کل بار دنیا رو به دوش بکشی، درسته؟ ولی به مادرت فکر نکردی چون اصلا برات مهم نیست. به خسارت من فکر نکردی. منم باختم مامان جان. تو دیگه چیو باختی؟ کارت نه؟ یه کار دیگه پیدا میکنی. لازم نیست نگران خودت باشی. کاش فقط کارم بود. نمیتونی راحت به مردم اعتماد کنی. به محض از بین رفتنش سخته که برگرده. ما کنار ریوا هستیم و حالش بهتر میشه و به زودی از این وضعیت بیرون میاد. چون اون دختر قویه، ولی با کاری که پالاک با هم کرد دیگه هیچ وقت نمیتونم بهش اعتماد کنم. اگه سعی کنی همه چی برمیگرده وگرنه تنها میمونی. تا کی میخوای از همین مردم فرار کنی و بیزار باشی؟ ازت خواهش میکنم. ندادش دیگه اذیت نمیشه چون دیگه به هیچ کس اعتماد ندارم.